شما از بچه‌هایتون هم که سر دخترتون خوب دست بخونید. چرا؟ چون انسان یک عادت دارن، هر جای میخوان یک چیزی بالاخره بر نمایش داشته باشه. مثل که دکاندارا پشت ویترین خود یک چیز میمونه. حالا اگه دختر شما بی سواد بود، چیزی برای گفتن نداشت، از درون یک شخصیت خوب نداشت، خب مجبور است به سرواز خود دیگر رسیده بره، شوه یک وسیله نمایشی. و هر قدر شما میبینید که کسی زیاد به مود فیشن ارزش میده، بفهمین که از درون آدم خالیست. آدمایی که از درون پر از شما نمیبینید زیاد. مثال بر شما بتم کل ما بلد هستیم، مثلا گاندی با یک تکک سفید ولی وطن خود جور میکنه. حتی به یکی از کانفرانس ها میره خارج امریکا یا هر جایی، این میگه تو چرا آمدی، چرا یک لباس لوکس نپوشیدی؟ میگه ما کتمی لباس آمدیم که بفهمن من نمایندگی از این همه تو مردم میکنم. بر رنگی که خواهی جامه میپوش، من از طرز خرامت میشناسم. ولی به لباس که انسان تغییر نمیکنه.